نهمین مذاکرات سطح بلند مقامات اتحادیه اروپا با نهادهای حکومت تاجیکستان در مسائل حقوق بشر قرار است روز پنجشنبه 12 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار شود. انتظار می رود برای شرکت در این جلسه از بروسل پیتر بوریان نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی و تایوا کلار رئیس بخش آسیای مرکزی در دپارتمنت امور خارجه تشریف بیارند. در آستانه این نشست سازمان بین المللی مدافع حقوق انسان هیومن رایتس واچ از اتحادیه اروپا خواست که به تاجیکستان فشار آورد تا در این کشور سرکوبی‌های سیاسی خاتمه یابند. استیو سوردلوف محقق مسائل آسیای مرکزی در این سازمان با پخش اظهارات گفت که مذاکرات آخرین دو جانب در مرحله برپا شد که تاجیکستان در تاریخ نوین خود دوره شدیدترین سرکوب‌های حقوق بشر را پشت سر می‌کرد. هیومن رایتس واچ میگوید 6 روز پیش از مذاکرات حقوق بشر تاجیکستان اتحاد اروپا در دوشنبه دادگاه در تاجیکستان رهبران هند را به مهلت‌های طولانی زندان محکوم کرد. این حزب در ماه سپتامبر سال 2015 در تاجیکستان غیر قانونی و تروریستی اعلان شد، ولی خود اعضا و رهبران حزب هیچگاه با اتهام ضد خود به حزبشان راضی نبودند. به اطلاع این سازمان در دوام 2 سال اخیر بیش از 150 فعال سیاسی به زندان محکوم شدند و وضع حقوق بشر رو به بدشوی آورده است. استیو سوردلوف در گزارش خود اینچنین از سرنوشت وکیلان دفاع شهرت قدرتوف، بزرگمهر یارو و نورالدین محکموف اظهار نگرانی کرده است که به نوشته او با حکم‌های ناعادلانه محکوم به زندان شدند. این سازمان میگوید که از طرف فشار و سرکوب‌ها بسیاری از فعالان سیاسی و جمعیتی از تاجیکستان فرار کردند. در رابطه با انتقاد و نگرانی‌های مربوط به افزایش حادثه‌های پایمالشوی حقوق بشر در تاجیکستان، مقامات همیشه گفتند که موافق با معیارهای قانون عمل کرده در زندان‌های کشور هیچ نفری با اتهامات سیاسی محکوم نشده است. در همین حال حقوقشناس تاجیک رحمت الله ظاهرов رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید طی چند سال است چنین مذاکره هیئت مقامات تاجیکستان با اتحاد اروپا صورت میگیرد، ولی در آن نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشر حضور ندارند و کدام مسائل کلیدی عاید به حقوق بشر در کشور بررسی می شود برای جامعه ناروشن باقی میماند.